بچه من علمی هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری یه تله واسه موجودات خطرناک جلوی در خونتون بسازید. خب بریم بهتون یاد بدم. خب اول اینجا یه بلاک میذاریم، هر چند تا دوست داشتین فاصله، مثلا من انقدر فاصله میذارم اینجا. روی اینا دوتا اینجوری میذاریم. خب اینجوری که گذاشتیم از اینا میذاریم این ور و این ور میذاریم. اینا رو باز میکنیم و توش تیر میذاریم. بعد با نخ اینا رو به هم وصل میکنیم. الان از جلوش رفتیم تیر میدم. الان من یه موجود ناستون میارم تا ببینیم. خب الان من یک دونه از اینا اینجا میذارم و اینجوری میبینید به تیر میخوره و میمیره. بره جلو به تیر میخوره و میمیره این حیوان. خب مثلا اینجا مثلا ناستون نشون میدم اینجا در خونه تون. خب الان مثلا اینجا در خونه تونه و کسی هم از اینجا رد بشه اینجوری بهش تیر میخوره.